خب سلام خدمت همه دوستای گلم، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. خب این دفعه اومدیم چی رو بگیم، دوباره چی رو توضیح بدیم براتون. همون داستان همیشگی و همون داستانی که خیلی ها در موردش سوال دارن و دوست دارن بهش برسن و نمیتونن و حالا خلاصه اومدیم که با یه آموزش کاملتر نسبت به ویدیو قبلی، خیلی ابهامات وجود داشت، اومدم این دفعه براتون توضیح بدم و واضح‌تر براتون صحبت کنم. و اینکه بازم من یه معذرت خواهی بکنم خدمت همه که توی ویدیوی قبلی یکم صدا مشکل داشت و این داستانا، دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. خب خیلی به من دایرکت دادن و گفتن که ویدیوی قبلی که گذاشتم همه چی رو با هم گفتم، یعنی اومدم رنکاپ و کانک و رنک و همه رو با هم قاطی کردم و یکم تفکیک شده براتون توضیح بدم. خیلی گفتن تایتل ویدیو مثلا گفتی تو 24 ساعت کانک، ولی خب رنگ رو توضیح دادی. خب گفتم حل، راست میگید، حق با شماست. این دفعه بیایم و فقط چیزایی که لازمه برای کانک شدن توی 24 ساعت و رسیدن به کاپ کانکور توی 24 ساعت، یعنی یک روز لازم دارید و براتون توضیح بدم. اول از همه چه زمانی میشه این حرکت رو زد؟ خب من الان بخوام برم همچین حرکتی بزنم قاعدتا نمیشه، همچین چیزی امکان پذیر نیست، چرا که الان آخرای سیزن کاپا خیلی بالاست، اختلافات زیاده و شما نمیتونید همچین حرکتی رو بزنید و بخواید توی 24 ساعت کانک کنید. اما اینجا سوال پیش میاد که کی میشه همچین حرکتی رو زد. خب این حرکت 24 ساعت کانک مخصوص استارت سیزن هستش، یعنی اوایل سیزن و استارت سیزن این حرکت رو میشه زد. خب الان 5 روز دیگه تقریبا سیزن جدید میاد و من گفتم قبل از سیزن این ویدیو جدید رو به شما برسونم که بتونید برنامه هاتون رو اوکی کنید و ایشالله که یه کانک خوشگل هم از این سیزن بگیرید. خب یه لایک و سابسکرایب برای ما بزن و بیا تا ادامه‌شو برات توضیح بدم. خب نیازه که واسه 24 ساعت کانک چیکار کنیم چیکار نکنیم. برای اینکه 24 ساعت بخواید کانک کنید اصلا نیازی به این نیست که شما بخواید توجه بکنید که کیل بزنید نزنید، کیل رنکتون چی میشه، این داستان اصلا کاری به اینا نداریم. ما میخوایم یه کانکمون رو بگیریم و کنار بکشیم، پس بهتره تا جایی که میتونیم کیل بزنیم. خب خیلی هم عالی، یعنی تمام توانتو باید بذاری. و اینکه یه روز زحمت داره و دیگه واقعا سختی نداره. شما باید یه اسکواد خفن واسه اون روزتون بچینید، همه پلیر بتونن کاور بدن، همه چیز اوکی باشه. خب اسکواد خفنمون چیدیم و روز اول بچه سعی کنید مچاتون وین نره، چیز میس نره. من دارم بازم میگم میس رفتن مچاتون خیلی به شما ضربه میزنه، یعنی شما مچ میس میدید بقیه وین میکنن، 20 تا مثبت اختلاف میفته به همین راحتی و چیزی که دارید میبینید. پس سعی کنید میس نره. خب واسه اینکه میس نره باید چیکار کنیم بچه‌ها؟ بازم تکرار میکنم، زون آخر بذارید لوتتون کامل باشه. بدون لوت نمیشه تو زونی که 30 نفر 40 نفر زنده است فایت داد، چه لیویک برید چه ارانگل برید چه ارمپی. روز اول مپا شلوغه، پس سعی کنید لوتتون کامل نگه دارید. و اینکه بازم میگم مهمترین بخش رنکاپ همون قسمت زونگیری و آژیلیشه. اونایی که آژیل سابقه دارن و اینا که خیلی هم خوب، اونایی که ندارن و نمیدونن چه موقعی کجای زونو بگیرن، اگر واقعا نیاز دارید تا قبل سیزن به من بگید، من یه ویدیو کامل و مجزا برامونم آماده کنم، اگر نه که خیلی هم خوب. خب پس اینجا یه جمع‌بندی میکنیم تا اینجا. تا میتونی کیل بزن روز اول، بعد مثبت حد اکثری بگیری، وقت نداری که بخوای با مثبت پایین خودتو قانع کنی. 1 کیل بالا، 2 مچات میس نره، خواهش میکنم ازت نذار مچات میس بره بعد بگی نتونستم کانکمو بگیرم تو 24 ساعت و این داستانا. 3 همون چیزی که قبلا گفتم، ریکالا رو بزن، ریکال هر 3 تا یارتو بزن، یعنی تو ریکالات نذار ضرر بره. چرا میذاری ریکالت خراب بشه وقتی میتونی مثبتشو بگیری؟ 4 بازم میگم سعی کن زونای اول بری فایتتو بدی تموم کنی بیای سر جات، خیلی راحت مشتی ریکالاتو بزن و این داستانا. 5 همیشه با ماشین باش، اوپن گیر نیافتی، حواست، من خودم یه بلایی که خیلی سرم میاد بنزین ماشینمه، حواست به بنزین ماشینت باشه، این داستانا. سعی کن اوپن نری، بذار همیشه کاورات جلوتر فایت بدن. اینم از این. سعی کن مثلا جاهایی کسی نیست و میتونی سعی کن ریوایوار و اینا رو بزنی که
یکی دوتا مثبت بیشتر بزنه تنگش پابجی و خیلی راحت‌تر کارو جمع کنه. خب مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودی. اگه خوشت اومد و چیزایی که نمیدونستی و به دانستات اضافه کردم با لایک حتما منو حمایت کن، یه سابسکرایب هم یادت نره. و اینکه خب بریم سراغ بخشای بعدی رنگ، یعنی رنگ گرفتن و تاپ گرفتن و یه بخشای دیگه کسایی هم هستن که نمیتونن تو 24 ساعت کانگ کنن و میخوان توی طولانی مدت تر کانگ کنن. خب اگر بخش رنگ رو میخواید بگید که من رنگ رو تو یه ویدیو دیگه کلا جداگانه توضیح میدم براتون، اما میمونه کانگ توی مثلا این که میگه من نمیتونم چند روز کانگ کنم. خب اوکی، مشکلی نیست. تو بازم نمیخوای رنگ بگیری، یعنی نمیخوای زیاد طولانیش کنی، سعی میکنی تو زودتر بگیری، نمیخوای بری مثلا تاپ 10 بگیری یا اینا. خب اینجا نتیجه میگیریم که بازم کیل زدن تو مهم نیست، کم نزن تا میتونی بزن. خب خیلی هم عالی، دوباره ما کیلامونو میتونیم بزنیم، یعنی دست ما بسته نیست که آقا کیل نزن، کیل دنکت میاد بالا. زنده موندن اول مچ نمیر آقا جون، وین وین وین. تو وقتی بری یه مچ خراب کنی اصلا برات فایده نداره. خودتو کنترل کن و سعی کن وین بازی رو بگیری. بازم میگم زونگیری مهمترین بخش رنگ کاپ بچه‌ها. هر کسی نمیتونه بازم میگم خواهشاً یا یه آیجل خوب هم با خودتون ببرید روزای اول، چند روز اول، یا اینکه پیام بدید اگه متقاضی زیاد باشه من کاملش رو برات میشینم. خب دیگه همین چیزا تا اینجا کافیه. اگر سوالی چیزی کسی بود بپرسه، من کامل جوابشو میدم. مرسی از وجودتون، عشق من دمتون. فعلا خداحافظ تا ویدیو بعدی.